داشتم با مامانم حرف می‌زدم، گفت مادر قربونت برم همش انگلیسی میگی. خب من نمیفهمم. گفتم قربونت برم چیکار کنم؟ گفت خب یه ذره فارسی بگو من بفهمم. خب گفتم خب من مادر من دارم خاطراتمو میگم. فارسی من خاطره جوک بلد نیستم که. گفت خاطرات کودکی تو بگو. گفتم خاطرات کودکی ما همش تراژدی و دراما و غم انگیزه، چیشو بگم؟ گفت یه خاطره شیرین بگو دیگه. گفتم خب الان میرم میگم. داداشم گوشی گرفت گفت ببین به آبرومون نزن. گفتم نه دیره، بذار برم یک شو بگم. ما بچه بودیم، به دنیا اومده بودیم. من به دنیا میام، بابا میگه که اینو ختنه نکنید. یه ذره بزرگتر که شد ختنهش میکنیم، جشن میخوام براش بگیرم. ما ختنه نکردیم تا 12 سالگی. یعنی جشن طولانی مدت، جشن شاهنشاهی میخواستی بگیری، لعنتی زودتر میگرفتی. هیچ آقا ما داشتیم فوتبال بازی میکردیم، مامانم اومد گفت بریم برج میلاد ببینیم. گفتم بریم ببینیم. ما رو بردن دکتر اونجا، پایینش دکتر بردن اونجا و رفتیم توی اتاق و یک کچل دور مو داشت، یه سیبیل، گفت بکش پایین. دیگه رو حرف آقا حرف زدم، خیلی خشن بود. یه ذره نقاشی کرد و بعد یه خانم دکتری رو صدا کردن اومدن. خانم دکتر گفت همراه من بیاد. من دیگه مغلطه نکردم، خانم دکتری که گفت رفتم با ایشون دویدم. رفتیم و منو بردن یه پشت، گفت لباستون رو درارید دیگه. من نذاشتم حرفشون زیاد طول بکشه، تمام کمال در آوردم. یه کاور به من دادن، جلو رو پوشوندن، بردنم به یه اتاقی هدایتم کردن که دیدم 4-5 خانم دکتر دیگه وایسادن. سریع رفتم خودم رو تخت خوابیدم. بعد یه سرم به من زدن، دستگاه اکسیژن آوردن. بعد اینو همینجوری که من اومدم خانم دکتر دیدم سرم داره گیج میره، دستگاه اکسیژن رو نزدیک کرد. بعد یهو دیدم کچله وارد اتاق شد با سیبیل که فهمیدم این یه دام و تله بود، این شوخی نبود، این کار به جای باریک داره میکشه دیگه. ما خوابمون بود. بیدار که شدیم دیدیم به شیکم خوابیدیم روی تخت دیگه. بیدار چشامو وا کردم روی تخت دیگه، روی به شیکم خوابیده بودم. لباس با تنم نبود، فقط کاور جلو یه نرخری هم با یه دونه آمپول پشت سرم وایساده بود. آمپول رو دیدم جیغ زدم، گفتم آمپول نه، من هنوزم که هنوز از آمپول میترسم. گفتم ببین آمپول به هیچ وجه ممکن نمیذارم بزنی. جیغ فوش بددهنم بودم، کودک بیا فوتبال بازی میکردم دیگه. داد و بیداد که آقا آمپول نه دیگه. این مامانم اومد تو گفت چته؟ گفتم آمپول نه، هنوز نمیدونستم چمه. گفتم آمپول نه. گفت چیکار کنیم؟ دکتر یه دونه شیاف داره بود. گفت این دیگه چیه؟ گفت ببین یا آمپول یا شیاف. یعنی ببین دو تا آپشن بهم داد، حق انتخاب بهم داد. من تشکر میکنم از اون دکتر، حق انتخاب بهم داد. گفت یا آمپول یا شیاف. و من تا بیام اینو لود کنم تو ذهنم بره که شیاف چیه آمپول چیه کدومش درد داره، دیگه ببین حق انتخابو ازم گرفت. دیگه گفت آمپول شیاف، خود شیاف فرو کرد. من دیگه فایده نداره دیگه، کارشو کرد. خلاصه هیچ. یهو بابام اومد تو با دست گل، منم داشتم گیر می‌کردم که چه بلایی سر من دارید میارید. بابام با دست گل اومد تو، گفتم برای من آورده، داد به مامانم گفت عزیزم تبریک. مال منو بریدن، به اون چرا تبریک میگی؟ آقا هیچی، ما رو نشوندن رو ویلچر، دامن پامون کردن بردن خونه. اقوام اومدن جشن بزن و به رقص و بچهای فامیل دامنمو میدادن بالا و میخندیدن. ما خودمون یه نگاه کردیم دیدیم آقا قتل عام گردنو بریدن، شوک شده بودن، یه وضعی بود، رویم ریخته بود به هم، میرقصیدن. حس هیتلر رو داشتم که جنگ جهانی دوم باخته بود، توی اتاق نشسته بود میخواست خودکشی کنه. یه همچین حسی داشتم. این یکی از خاطرات من مامانم بهم میگه مادر چرا تشکیل خانواده نمیدی؟ داره تایمش میگذره. گفتم قربونت برم، تایمش میگذره چیه؟ من الان بچه‌م اینجا تو اروپا به دنیا بیاد بزرگ شه، بگه مثلا 7 سال 8 سالشه، بگه پدر حق انتخاب چیست؟ من چه توضیحی بدم؟ بگم حق انتخاب لحظه بین آمپول و یه شیافه، تو باید قدر فرصتاتو بدونی فرزندم، فرصت‌ها رو قدرشو بدون، لذت ببر لحظه، قدر لحظه رو بدون، لذت ببر. حق انتخاب یعنی بین یک آمپول و یک شیاف یک لحظه است. فرصت‌ها رو دست نده، آینده روشنه. دوستتون دارم، احسانم، میبوسم.